سلام عشقای داداش، چه خبره؟ چیکار میکنی؟ امروز یه ویدیو گنگ آوردم براتون. اگه ویدیو نبینی ضرر کردی. همین الان بهت بگم که بعد پشیمون نشی. بهترین هاد و سنس سیزن 3 رو آوردم براتون. یعنی بهترین سنس گوشی پلیرها و هاد گوشی پلیرها. یعنی این هاد و سنس رو بزنی به قرآن قسم میخورم بهترین میشه. یعنی یکی از بهترین ها میشه. انگار خودم ادعایی ندارم، منظور بهتون میگم. به قرآن بهترین هاد و سنس موبایله. حالا یه بار بیچینین تست کنین. ویدیوی من اگه دیده باشین برین داخل چنلم نگاه کنین چه ساعتی پلی میدم من. یعنی عشق کنین، فقط بزنین عشق کنین. حالا من نمیدونم، میل خودتونه. عشق منم هستی. این الان این بچه هایی که دارم میزنمشون اول بازی اقدر فوش میدادن، گفتن ما این هستیم، ما فلون هستیم، ما بیسان هستیم. اینجا تک تکیشو زدم، تک تکیشو. اینجا نمیم چرا میستادم، چون گوشیم گیرتش عوض نکرده بودم، گیر میکرد. ولی خب دای میزنم، نمیرم بودا ولی میزنم. این نگاه اصلا لیزر میکنه با تازه با گلاس خراب شکستی. حالا فردا براتون فردا نه پس فردا یه چیزا ویدیو گوشی من براتون میگیرم. یعنی نگاه کنید فقط چجوریه گوشی من، با چه چیزی من دارم پلی میدم. گلاس تیکه تیکه شده دادمش تو دیوار، گلاس تیکه تیکه شده. خشگیر منظورم، ببخشید نجا با عوضش. اینجا هم گیم پلی 7 دقیقه‌ایه. آره 7 دقیقه. بشینین نگاه کنین و بعدی هم هاد و سنس عشق کنین. یعنی بزنین عشق کنین. یعنی آلفاداز جوامه که اومده بود اولین دستم بود، سنس جدیدم بود. یعنی خب سیزن جدید میاد سنس ها عوض میشه یه جورایی. قشنگ نمیتونستم پلی بدم، دست من سرد ولی یه گیم پلی تمیز داره بردم برای شما عشقایی داداش. بچه باورتون نمیشه 1600 تا ویدیو من دارم، حوصله ادیت زدن ندارم. تازه کوچیکا مثلا ویدیو بریز زده، ویدیو لانگ هم که بگی همینه چقدر ویدیو من دارم. تو گوشی داداشم هست، تو گوشی خودم هست، نمیدونم اون یه دونه گوشی دیگه هم دارم، اون هم داخلش گوشی باز ویدیوی من هست. اینقدر ویدیو من دارم حوصله ادیت زدن ندارم براتون بذارم. اگه پول داشتم ادیتوری مثلا میگرفتم حالی میداد. موقع براتون دم دقیقه ویدیو میذاشتم اش میکردین. این هم اولین ویدیوی من داخل مثلا ویدیو لانگش چیه هم اشتباه میگم، به بزرگی خودتون ببخشید دای. اینجا به نظرم این دست به نظرم 32 تا کیل گرفتم. آره دست اول خدای خوب 32 تا بگیری، دستی بقیش به نظرم گرفتم 30 همش باید 34-5 تومن میگیرم. دایتون کیل بالا شیرین میکنم. بچه چه ویدیوهایی دوست دارین من براتون درست کنم؟ هر ویدیو دوست دارین داخل کامنت ها بگین خواهشم تا من براتون درست کنم بذارم عشق کنین. ولی به نظر من این بهترین سنس گوشی پلیرم، یعنی بهترین هاد و سنس ها، بهترین دارم بهتون میگم. قسم میخورم که اینو بیچینین یعنی خدا میشین ها. اینجا سنس هم کم و زیاد کردم به خاطر همین سیزن جدید. داخل کامنت ها یا داخل توضیحات ویدیو کد سنس ها رو میذارم دیگه، اذیت نشید. اینجا میذارم عشق کنین. فقط ببین تا آخر ویدیو، ببین خواهش میکنم تا واچ تایم منم پر بشه، درآمدزایی ویدیو شروع بشه. درآمدزایی شروع نمیشه ولی واچ تایم من لااقل پر بشه. میدونی چی میگم؟ واچ تایم من پر شه لااقل
یک کار رسیدیم بتونم یک کاری کنیم. این داغونه یعنی این چجوری من اومدم وضعیت داخل فیلم نشون نمیده، لگ نمیگیره به قرآن، اصلا به خدا قسم اقدر لگم. خب اقدر لگم که اصلا شما گوشی منو ببینید اصلا کالا خداحافظی میکنی. قرآن خیلی لگم داخل لگم دارم باز برای شما ویدیو میسازم، شما حمایت نمید. تو رو خدا این محتوای سالم حمایت. من الان 4 ماه هنوز 400 توی نشدم، هنوز 400 توی نشدم با بهترین سطح گوشی پلیرم، با گوشی ضعیف بهترین سطح رو گوشی دارم، بهترین گوشی پلیرم. من میگم ادعا داری میکنیم ولی نه، بری ویدیو منو ببینیم باورت میشه. ضعیف ترین گوشی لگ خالص. خواهش میکنم لااقل حمایتم کنید 500 تایی لااقل بشه. زیاده نمیخوام 500 تایی. اینجا اینو میزنم دارم نگاه دیلشو برمیدارم چجوری اصلا دیلش چی داره داخل ایم هست، ایم واز میکنه، اسمش یادم نیست، نمیدونم اسمش چیه الان نشونتون. ایمشو واز میکنه مثلا یه خطی ایم چی ها داخلش ها اون حالا قاطی میکنم یه چی دمیدم ساعت دو هی ساعت 2:41 از نگه ساعت کردم جواب ندم شرمن. ساعت 2:41 اومدم ویدیو بگیرم، همه هم خوابن ولی شما واجب دارین شما همه کاری توتی هم میرم ببخشید چون اصلا حالم فیلم گرفتن نه، چون گفتم تو یه وقت آزادی دارم براتون یه ویدیو بگیرم، همین هم نمیگرفتم. دوست دارم براتون 10 دقیقه ویدیو بکنم ولی نمیشه، جوری نیست اصلا هیچی. من جوری نیست. اگه یه گوشی خوبی یه چیز داشتم اون موقع قشنگ میتونستم براتون 10 دقیقه ویدیو با کیفیت، اصلا همه چیز ساعت براتون ویدیو بسازم با کیفیت بالا. کیفیت نظر من خوبه چون من الان بیشترین چیه مال ویدیو گذاشتن گرفتم. حال خوشی ندارم دست از سر من بردار، چیکار کنم عشقای داداش به نظر شما بچه چالش مالش هم داریم بگین، واقعا بگین هر کاری بگین براتون انجام میدم، حمایت نمیشم ولی شما چالش بگین 100% براتون انجام میدم. ببین حرف نمیزنم نمیدونم حال ندارم ببخشید واقعا ببخشید چون اولین ویدیو لانگ منه، استرس دارم الان دستم عرق کرده باورتون نمیشه، خیلی استرس دارم نمیفهمم چی میگم. بعد ساعت 2:30 هم هست 50 دقیقه سوتی میرم خوابم میاد. ببخشید واقعا ببخشید استرس خیلی دارم، من با فن روشن کنم زیر دستم عرق نکنم. شرمنده بچه واقعا ببخشید. یه آخرای ویدیو آره ولی حتما سنس رو امتحان کنین، حتما دارم بهتون میگم. هادو سنس ای یادم میره هادو سنس رو حتما امتحان کنین. امتحان این خود دیگه یه بد ضرر میکنین دارم واقعا بهتون میگم. میل خودتونه من نمیدونم ولی یه بار هم شده مثلا نمازه یه هفته هم شده مثلا تست کنیم تا اون موقع دستون میفت. ولی سنس منم یه جوری که با دور اول هم یاد میگیری، با یه ساعت اول با نیم ساعت اول حال سنسم یاد میگیری. هادم 4 انگشتیه سنسم هم نه این از هاد
این به نظر من بهترین هاده، یعنی برای همه چی خوب. اینم از سنس دای. نگاه اش کنین، بزنین صفحه کنین و تو شاتگان، اسنایپ، نمیدونم رایفل، SMG، همه چی عالی، همه چی گنگ. بچه خواهش میام تا آخر ویدیو نگاه کنین، یعنی همه چی عالیه، اهلی. بزنین اش کنین و بزنین صفحه کنین. هر کی اومد جلوتون میخواست قلدری کنه بزنینش و بعدم با این سنس قشنگ میزنینش، میره فضا. کاری باری ندارینش. قاعده داشت. خدافظ.